با یک جهان صمیمیت و محبت به شما سلام میگوییم بینندگان عزیز تلویزیون باورستان و اینک چون همیشگی در همین وقت و ساعت منظور شماست نشر نوبتی برنامه مسیر تربیت. یادداشت میشیم که شماره پیش ما وعده داده بودیم که در موضوع نقش پدر در تربیت فرزند حتما یک موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امروز ما همین موضوع رو پیگیری میکنیم و با سوالهای ما شما پاسخ میگویند آموزگار فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، روانشناس زرینه رستم و خوش آمدید. موضوعی که امروز ما پیگیری میکنیم با موضوع پیشتر، یعنی موضوعی که درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم تربیت فرزند بود، خیلی مانند است و امروز برخی پدران قریب که مسئولیت تربیت فرزند را بر ذمه مادران گذاشتند. این تا کدام اندازه درست است؟ اگر از جهت روانی بگیریم بله کلا نادرست است، چون که در پدران اندیشه است که آنها تنها تامین کننده عائله هستند. خورد و خوراک را بیارند به فرزندان خود، یعنی که لباس خریده دهند، با بودجه ها تامین کنند یا که مبلغ مؤسسه های تا مکتب یا که مکتب را بدهند. تمام وظیفه آنها به همین، یعنی که به اتمام میرسد. این وظیفه را حتی مادران نیز اجرا کرده میتوانند، کار و فعالیت نموده. وظیفه پدر تنها تامین کنندگی نیست. وظیفه پدر یعنی که همچون یک شخص مکمل به وایه رسیدن کودک ده، نقش هم پدر نقش هم مادر یعنی که کلان است. برای همین این گونه اندیشه های کهنه شده را باید پدران ما علاقه از معنی سری خود دور کنند که آنها تنها تامین کنند و فقط مادران تربیت کنند. و مادران تربیت میکنند. قابلیت عقل ذهنی را فرزندان از مادران میگیرند. مادران با آنها اوید گرد اطراف معلومات ها میدهند، لیکن با گرد اطراف چگونه مطابق شدن در کار، با آدمان دیگر چگونه مناسبت برقرار کردن در کار، چگونه شخصی خوب بودن در کار، مسئولیت شناس بودن در کار، راست قول بودن در کار، وعده های خود را چگونه اجرا کردن در کار، همه آن را فرزندان از پدر یاد میگیرند. برای همین هم اگر در فرزندان خود همین گونه خصلت ها را مشاهده نکنند، پدران آن را دانند که این خطاگی آنها است. آنها به فرزندان خود نمونه عبرت بده نتوانستند. خصلت های خوب را همچون شخص به فرزندان خودشان داده نتوانستند، چون که از تاریخ همین گونه آمدگی هستند که همه چیز بر دوش مادر است. مادر آنها را به دنیا می آورد، آنها را تعلیم و تربیت می دهد، نگاهبین میکنند، غمخواری میکنند. لیکن وقتی که ارزش عائله میگوییم، در وقتی که عائله هست، در عائله هم پدر هم مادر بودنش در کار. اگر فرزند تنها مادر را دیده کلان شود، در فرزند همین گونه اندیشه پیدا میشد که ها در عائله مادر باشد شد، بی پدر هم روز میگذرد. همین گونه اندیشه ها پیدا می شود. یا اینکه پول را یافتن ممکن، همین مادر هم باشد شد. همین گونه اندیشه ها در فرزندان خود پیدا میشه. برای همین ما درک میکنیم از جهت روانشناسی هم تامین کردن عائله وزنین است، لیکن وقت یافته باید پدران و فرزندان خود غمخواری کنند، صفت های خوب انسانی را و فرزندان خودشان بدهند. وظیفه های اساسی پدر در تربیت فرزندان مخصوصا در زمان امروزه چی بوده میتواند؟ در همه جنبه پدر وظیفه دارد، هم از جهت مثلا جسمانی، اجتماعی، هم از جهت کاگنیتیوی. اینکه اگر از جهت اموشنالی بگیریم، استواری حالت اموشنالی فرزندان از پدران وابستگی دارد. برای چی؟ چون که ثباتکاری را، تحمل پذیری را نه فقط از مادر، آنها از پدر هم میبینند، از پدران خود مشاهده میکنند. در اندیشه های خود استوار بودن را از مادر نه از پدر میآموزند. برای چی؟ چون که مادران خیلی نرم دل هستند، مهربان هستند، در خطاگی های فرزند را میبخشند. و پدران این گونه نیستند. پدران کمی قطعیتکار هستند، کمی سختگیر هستند و این خصوصیت های پدران خیلی به فرزندان لازم می آید در بعضی مورد، چون که خطاگی های کلان باشد مادر بخشیدنش ممکن،
фарзандро. Падар не. Падар ба он фарзанд ҳамон кори ӯ хато буданашро маҳз падар фаҳмонда метавонад. Аз ҷиҳати ҷисмонӣ агар бигирем, бақувват буданро аз кӣ меомӯзад писарон? Аз падарони худашон. Масалан, мана бисёр вақт мо агар писар дошаем мегӯем футболист мекунам, боксёр мекунам онро. Ин ниятро модар намекунад, ин ниятро падарон мекунад. Яъне ки бақувват, чусту чолок будани фарзандонро мехоҳанд. Ин хусусиятҳоро низ фарзандон аз падарони худ мегиранд. Боз устуворӣ эмоционалӣ ё ки ҳисси бехатариро фарзандон дар куҷо худро бехатарист мекунанд? Дар назди падарони худашон. Масалан, ду фарзанди хурдсол, ду кӯдаки хурдсол агар бо ҳамдигар низоъ кунанд, якеаш мегӯяд: ҳоло ман туро ба падарам мегӯям, падарам ҷазои туро медиҳад. Яъне ки дар ҳамон фарзанд ба худаш хеле боварӣ дорад ки ӯ падар дорад, падараш ӯро ҳимоя мекунад, ҳимоятгари ӯ аст. Агар падар набошад, дар кӯдакон ҳамин ҳиссиёт ташаккул намеёбад. Дар ҳама маврид, дар ҳама ҷанба падарон ба фарзандони худашон хеле як шахсони муҳим дар ҳаёти онҳо ба ҳисоб мераванд. Масалан, дарс омода мекунанд, кӯмак мерасонанд. Он кӯмаке ки модар мерасонаду он кӯмаке ки падар мерасонад куллан фарқ мекунад. Модарон тез асабонӣ мешаванд. ҳатто баъзе маврид мешавад ки модарон дасти фарзандонашон ручкаву қаламро гирифта худашон иҷро карда медиҳанд ҳамон супоришро. Падарон ин корро намекунанд. Падарон кӯшиш мекунанд ки ҳамон корро фарзанд худаш иҷро бикунад. Барои ҳаминам нақши падар дар тарбияи фарзанд, вазифаҳои онҳо дар тарбияи фарзанд хеле калон ҳастанд ва муҳим ҳастанд ки мардони азизи мо имрӯз бояд инро фаромӯш накунанд. саломат бошед. худи падар чӣ гуна шахсият ва ё намунае бояд барои фарзанд бошад? агар мо гӯем ки модар олиҳаи меҳру муҳаббат аст, падар бошад нишонаи мардонагӣ аст. дар ҳаёти ҳар яки мо як шахсе бояд бошад ки мо ба ӯ такя кунем, мо ба ӯ ифтихор кунем. ҳар вақте ки мо каме роҳ афтода шудем ё ки шикаста истодем, ба ҳамон шахс такя кунем. ин ҳам падар аст. падар бояд бошад, на ҳамеша модар. чунки дар бисёр маврид ин нақшро модарон иҷро мекунанд, на падарон. лекин дар асл гирем ин нақшро бояд падар иҷро кунад. ҳаст дар ҷомеаи мо падароне ҳастанд ки ин гуна вазифаҳои худро иҷро мекунанд, лекин на ҳама маврид. асос, сутуни асосии хонадон, сутуни асосии такякунандаи фарзанд ин падар аст. ҳамин гуна шахсро мо падар мегӯем. падаре ки ба ӯ ҳам бовар дорем, ӯ ба мо ҳам сахтгир аст, лекин меҳрубон аст. ҳам талаботҳои моро қонеъ мегардонад, ҳам меъёри онро гум намекунад. ҳама тарафа падарон дар ҳаёти ҳам духтар, ҳам писар нақши калон доранд. хуб, ташаккури зиёд. дар баъзан маврид худи падарон аз ин масъулиятҳо мегурезанд. бо кадом роҳ бояд онҳо ҳис кунанд ки онҳо масъуланд барои тарбияи фарзанд? ин агар падар аз таълиму тарбияи фарзанд мегурезад, ин аз ҷиҳати равонӣ як нишона дорад. яъне ки худи ҳамон падар ҳоло калон нашудааст. ӯ дар давраи кӯдакӣ қарор дорад. мо кадом вақт масъулиятро бар дӯш гирифтан метарсем? вақте ки кӯдак ҳастем. вақте ки мо ба кӯдак ягон супоришро медиҳем, дар кӯдак аввал тарс пайдо мешавад: оё ман иҷро карда метавонам ё на. вақте ки дар одами калонсол масъулиятро бар дӯш гирифтан намехоҳад, ӯ ҳоло калон нашудааст ин шахс. дуюм, аз ҷиҳати психологӣ барои падар шудан омода набудааст. оиладор шудааст, фарзанддор шудааст, лекин аз ҷиҳати психологӣ ба падар шудан оиладор нашудааст. дар бисёр маврид ба падарон мепурсанд: чӣ лозим аст ба фарзанди шумо? онҳо мегӯянд: чӣ лозим ба фарзанд? онҳоро агар ишкамашон сер бошад, либос дошта бошад, талаботошон қонеъ бошад, ба фарзанди чӣ лозим не? ин андеша куллан нодуруст аст. дар як маврид дар байни мардон як
پرسشنامه کوتاهی میگذارن. استاد بزرگ استاد دولتов میگویند که به مردها بعد تولد زن چی لازم است به زنها. مردها تنها محصولات روزگار را می نویسند، یعنی که اون خوراک‌هایی که استعمال کرده می شود. یگان مرد دستگیری را نمی نویسند، کمک کردن را نمی نویسند. و اینچنین در نزدیکی در شبکه‌های اجتماعی یک پرسشنامه را من دیدم. با مردها چنان سوال کردند که در خانه ظرف‌ها ناشسته مانده است، زن شما بیمار است، آیا شما میشوشتین؟ مردها میگوید نه نمیشوشتم. ژورنالیست با سوال میکنه برای چی؟ او بیمار است که میتوانین کمک کنه. میگه که نه وای وظیفه او است. پگاه ساز شد میخیزد میشوید ظرف‌ها را. این جواب‌های مردان است. ببینید یعنی که در مردهای ما یک اندیشه کهنه شده است. وظیفه زن، همه چیز وظیفه زن. کودک را لباسش را عوض کردن وظیفه زن، او را خوراک دادن وظیفه زن، اون چیزی که به فرزند تعلق دارد وظیفه زن. آیا لباس فرزند را عوض کردن با جنسیت وابستگی بده میتواند؟ نه. از حساب آن که همین گونه اندیشه های کهنه شده خیلی در جامعه امروزی ما زیاد است، برای همین مردهای ما مسئولیت را بر دوش خود گرفتن نمیخواهند. خوب است که این وظیفه زن گویم و خود را از همین مشکلی خلاص نمایم. پدر با نام محیدین از شهر دوشنبه سوال کرده است وابسته به موضوع امروزه که من بیشتری مورد در کار هستم و به تربیت فرزندان قریب که وقت نمیابم. تنها شبانه با آنها وا میخورم و صحبت میکنم. شاید از بی‌پرواگی من باشد که در یک فرزندم عادتهای بد پیدا شده است. مادرش میگوید که فرزندان سخنان مرا گوش نمیدهند. از نگاه روانی در چنین وضعیت ما باید از چی سر و کار بگیریم؟ یکم از احترام مادر. اگر پدر مادر را احترام کند، فرزندان به سخنان مادر گوش میدهند. پدر یعنی که مناسبت افطاری‌تری را استفاده نبرد. در بسیار مورد حتی مادران نیز همین شکل استفاده. حالا پدرت از کار بیاید، با اومدن پدر فرزند را میترساند. این هم شکلی نادرست است. خطا است بله. یعنی که پدر را یک شخص به یک شخص تبدیل میدن، شخصی بدجهل است، او حتما جزا دهنده است. نه، از مادر دیده بسیارتر ما را پدران میفهمند، درک میکنند. با اکای محیدین چنان توصیه میدهیم که یکم کارا از احترام مادر فرزندا سر میکنند. در نزد فرزندا مادر را احترام کردن، آنها با گپ های مادر گوش میدهند. دوم، چقدر که با آنها این چیز مشکل نباشد، هم کمتر به فرزندان خود وقت جدا کردن. با آنها آزادانه صحبت کردن باید نه. آنها را تحقیر نکرده، تنقید نکرده، آزادانه در همه موضوع. یعنی که فرزندانشان حس کنند که کدام حالت در چی حالت منفی نباشد، یا مشکلی سختی نباشد، آنها باوری کرده به نزد پدرشان یا که مادرشان آمده تانند. همین چیز را در فرزندان خود تربیت کردن در کار. سوم، سبب بد اخلاقی آنها را معین کردن در کار. از کجا سرچشمه میگیرد؟ بله، هم سالان. چون که در بسیار مورد نورسان ما کدام وقت بسیارتر بد اخلاق میشوند، یک خصوصیت خوب دارن آنها میخواهند که در بین دیگران آبرو داشته باشند و برای همه آبروی صاحب شدن با هر کاری لازم است اجرا میکنن. لازم باشد پول میدزدن میبرن به دوستانشان. اگر آنها خواهش کنن یگان چیز را شکستن، یگان چیز را گرفتن، بردن، آنها را اجرا میکنن که تا اینکه در همون کلکتیو خودشون، گروه خودشون موقع پیدا کنن. برای همین سبب اساسی بدرفتاری فرزندان را معین کردن. اگر این به تلفن های موبیل، شبکه های اجتماعی اگر داشته باشد، وابستگی داشته باشد، آنها را کم کردن. میتوانند اینترنت گذراندن با فرزندان. این خیلی دشوار است.
حالت‌ها میشد که فرزندان خیلی رفتارهای غیر چشم‌داشت رو اجرا میکنن. لیکن این مدت کوتاه است. 1 هفته 2 هفته میبینیم که 3 هفته حتی فرزند همون چیز رو فراموش هم میکند. مادر بیبروزی نام نسب از ناحیه مومن‌آباد سوال کرده است که من 2 پسر دارم، یکی 9 ساله دیگری 12 ساله. پدرشان 3 سال باز در مهاجرت مهنتی می باشد. وقت‌های اخیر در فرزندانم عادت‌های بد پیدا شده است. در حالتی که پدرشان موقتا نیست، من خودم تنها باید چگونه در تربیت آنها کامیاب شوم؟ خیلی مسئله مشکل است. تنها تربیت 2 پسر برداشت 1 زن ماندن. این چیز را فهمیدن ممکن است که پدر در مهاجرت قرار دارد. لیکن امکان باشد با پدرانی که در مهاجرت قرار دارند در 1 سال 1 مرتبه باشد هم به خانه بیاید. چی وزینه نباشد. چون که تمام پول دنیا را کار کرده تمام کرده نمیشه. لیکن وقتی فرزند گذشته می رود، سن و سال او گذشته می رود، وقتی تربیت کردن او گذشته می رود، علاقه در تربیت آنها دیر می شود در این مورد. برای همین هم مادر در یک جایی با پدر کار نمودن لازم. یعنی که رفتارهای از سوال مادر معین نشده است که چگونه رفتارهای بد، مثلا دشنامدهی است، دزدی کردن است، عصبانیت است، چگونه حالت است. اکنون در اینجا ناروشن است از سوال، لیکن ایجاد کمک پدر لازم است. دستی تربیت پدر لازم است. بسیار وقت دستی تربیت پدر گویم شخصان جزادهی را، دشنامدهی را تصور میکنن. نه، قطعیت سیاستی که پدر دارد آن را مادران ندارد. برای همین هم همین چیز حاضر به پسران مادر عزیز نمیرسد. 9 ساله حال خورده است، لیکن حالی باید رفتارهای اکاش را مشاهده کرده استاد است. 3 ساله اکاش به برسد، بله از آن نسخه میگیرد. این هم همون شکل رفتار را دوام میدهد. نکن رفتار منفی چگونه باید باشد آن را معین کرده، سبب اساسیش را معین کردن. یکم. دوم، با فرزند این سخن را گفتن لازم نیست. بعضی موارد میگن که من خودم تنها شما را نگاه بین کرده استادم. یعنی که ما والدان خودمان خواسته فرزند را به دنیا آوردیم. ما خواستیم که آن فرزند به دنیا بیاد. فرزندان به خانه ما نآمدند با خواسته خودشان. برای همین در جریان تربیت همین چیز رو به اینابت گرفتن لازم. من برای شما میکنم، من برای شما این کار را اجرا میکنم، من این همش را به خاطر شما میکنم. این سخن را نسبت فرزند استفاده بردن لازم نیست. به خاطر شما نه، همچون برای والدان بودنتان وظیفه‌تان برای همه اجرا کرده استاده. در بین پدر و مادر چه سازشی باید باشد که آنها هر یکی مسئولیت خود را دانند و در تربیت فرزند خود موفق شوند؟ در هر یک عائله خیلی خوب میشد که قاعده ها باید باشه. مثلا در نزد فرزندان جنجال نکرد. چند قاعده مهمی هست. بله، قاعده باید باشد هر یک عائله. یعنی که فرزندان نبینند که پدر مادر با یکدیگر قهری هستند، غضب آلود هستند یا که با همدیگر صحبت نمیکنند. این حالت را باید فرزندان نبینند. چون که فرزند یا طرف پدر رو میگیرد یا که طرف مادر رو. نسبت یکی از آنها در فرزندان نفرت پیدا شدنش ممکن است. برای همین اگر در بین آنها چی نافهمی است در علاهیدگی صحبت کنند. بعد کوشش کنند که در جریان صحبت همون مشکل حل شود. یکی از آنها برآمده می رود گویا که جنجال نشود، من نمیخواهم نیزا شود. نه، این اندیشه نادرست، موقع نادرست است. مشکلی پیدا شد آن را همون مورد حل کردن در کن. اگر وای کمی دور شدیم اون مشکلی کلان می شود. در بین والدان و خود عائله یک خنکی را بنست. برای همین هم دیگر فهمی، یعنی که یک مادر جنگ کرده شده است، پدر طرف فرزندان را میگیرد و مادر را میگوید که تو نسبت فرزندان ما این گونه رفتار نکن. یا که پدر جنگ کرده است، مادر طرف فرزند را میگیرد. این شکل رفتار را نیز اجرا کردن در کار و یکدیگر را دستگیری کردن.
چیزی که در نزد فرزند مادر گفته شده است پدر آن را قبول کند. پدر گفته شده است مادر آن را قبول کند. یعنی که طرفگیری نباشد. فرزند احساس نکند که یکیش من را جنگ کند دیگرش مرا یعنی که طرفگیری میکنه. این خیلی احساسات نباید باشد در فرزندان. سازیش همین گونه باشد که هم دیگر فهمی. بله. دستگیری اموشنال است یک دیگر را. یا که در اویله یگان کمبودی است یگان چیز نیست آن را در بین همه مثلا تحلیل کردن. فلان چیز نیست در اویله فلان چیز نیست چیکار کنیم؟ در بسیار مورد حتی فرزندان خودشون گناهکار حساب میکنن در این مورد. یا که اگر من همین چیز را نمیگفتم یا که اگر من نمیبودم خوبتر میشد حتی در فرزندان همین گونه اندیشه هایم پیدا میشود. برای همین هم سازش خوبه که در بین والدین این همدیگر فهمی دستگیری و آن مشکلاتی دارند در یک جایگی در علاهیدگی حل و فصل کنند و فرزندان از این چیز با خبر نشوند. تشکر زیاد. واقعا چیزی که امروز در محیط عائله های ما کمتر به نظر می رسد فکر میکنم این مهر و محبت بین همدیگر است و بیشتر باید والدان کوشش کنند که محض همین عنعنه را زنده کنند. بله. چون پیشتر شاید این کمبودی ها کمتر بودند که والدان در تربیت فرزندان موفق می شدند، اما امروز با مشکلات والدان ما دچار می شوند که بعضا وقت خیلی دیر شده است الکی. یعنی امروز ما باید از محبت سر و کار بگیریم و از صمیمیت سر و کار بگیریم. تشکر زیاد به شما. خوش باشد. تشکر برای دعوتتان. بینندگان گرامی، یادرس می‌شویم که امروز با سوال‌های ما و شما پاسخ گفتند دایر به موضوع نقش پدر در تربیت فرزند. آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، روانشناس زرینه رستم‌وا. بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان، با امید خوشروزی و زندگی خوب و آسوده هر یک شما و سلامتی و کامیابیتان اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا برنامه‌های آینده ما سلامت و کامیاب باشید. با تلویزیون بهارستان بودن را فراموش نسازید. خیر.